این قسمت مارکوس و بوده از دست رفته. رفقا اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و کانال منو ساب کنید. من نمیفهمم اینجا چه خبره. رابرت، مارکوس چه شده؟ چه بلایی سرش اومده؟ منم نمیدونم. مارکوس چی شده؟ رابرت کمک. چرا تبدیل به مقوا شدی مارکوس؟ اینقدر هرس خوردم که یه بودم و از دست دادم رابرت. دو بعدی شدم. باشه مارکوس، بیا تو حالا درستت میکنی. بعد بفهمم چی شده. ولی من هنوز کامل له نشدم. فعلا بیا تو حالا تا ببینیم باید چی کار کنیم. پخیه من رابرت، چی بلایی سرم اومد. نمیدونم واقعا مارکوس، هیچ ایده ای ندارم که چی کارت کردم. وایسا حالا درستش میکنیم. هی بچه‌ها، حتی بعضی وقت مارکوس از دستش تار میاد بیرون. دستگاه گوارشم به نظرت کار میکنه؟ پی دارم رابرت. یه لحظه وایسا. بچه‌ها، مارکوس تبدیل به این ماکت مقوایی شده. شما میدونید چطوری میشه درستش کرد؟ آره رابرت، من میدونم. باید بهش یه بعد بدی. یه بعد دیگه لازم داره که دوباره سه بعدی بشه. یعنی چی؟ من متوجه نمیشم. یعنی چی آخه؟ چطوری باید بهش بعد بدم؟ این چیز ساده است رابرت. تو باید بهش یه بعد بدی. یه بعد. باشه متوجه شدم. باید بهش یه بعد بدیم. ولی خب الان بعد از کجا گیر بیارم من؟ مارکوس، من چیکار کنم الان برای تو؟ رابرت آغزو آستورو. مارکوس، حالا که اینطوری شد من بهت بعد نمیدم اصلا. سمتم نه که اصلا از بعد خبری نیست. هنوزم تو خونه صدات میکنن شومبول طلا. زشته مارکوس، این چه حرفیه داری میزنی؟ مارکوس بسه. تو شومبول طلای خودمی رابرت. مارکوس بسه، ادامه نده. همه اینا همش حرفه. اصلا کسی منو به این استدا نمیزده. ببخشید، از این به بعد صدات میکنم دولموشی من. مارکوس، تو دیگه داری منو فقط عذاب میدی. باشه، همون شومبول طلا پس. بچه‌ها ببخشید، به خدا مارکوس خل شده داره مسخره بازی در میاره، جوک میگه. اصلا نمیدونم چی کار داره میکنه. میدونم بعضی وقتا این اذیتت میکنه رابرت. این چیزی که دارید میگید اصلا چیز جدیدی نیست. بالاخره یه دوره‌ای لقب همه پسرا بوده. مارکوس، میشه مشکل تو رو حل کنیم؟ میشه تو سه بعدی بشی تموم بشه بره این قضیه؟ خیلی درگیرشی مگه نه؟ مارکوس، انقدر رابرتو اذیت نکن. من دارم دیوونه میشم از دست تو مارکوس. دیگه نمیمونم پیش تو. تو داری منو سکته میدی. شاید با قرص بتونی خوب بشی. من دیگه واقعا با هیچ چی خوب نمیشم. رابرت انقدر داد نزن، گوشام درد گرفت. گوشات؟ کدوم گوش؟ گگیر گوتو من رابرت. باشه مارکوس، نرو برگرد. وایسا ببینم میتونم یه بعد برات پیدا کنم. ببخشید، تو میتونی به مارکوس یه بعد بدی؟ بعد نمیده. بعد چیه؟ مارکوس وایسا. صبر مارکوس، صبر.